تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیو مرکزی رادیو پیشنهادی شما میکنیم. من شالو گل خوجه در خدمت شما هستم از رادیو زودی. نخست مرور میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 21 فوریه. در ایران پارلمانی نو را انتخاب میکنند. این انتخابات برای روحانیان محافظه‌کار حاکم یک امتحان محبوبیت در میان مردم دانسته می شود. بهتر بشه ان شاءالله، شرایط مردم فاصلهشون با حداقل دولت کمتر بشه. چین از کم شدن گرفتاری به ویروس نو خبر داد و مالکان طرفخانه‌های چینی در تاجیکستان از کاهش مشتریان. و صدها ساکن دهه در ولایت ختلان از آن بیم دارند که خانه‌های آنها در فصل بهار به کام دریا می‌روند. بعد اینکه آب دریا اومد اینا شد تمام اینا کنده با عجب دیگه جورا بودیم. شرایط وضعی روز جمعه در سراسر ایران انتخابات پارلمانی برگزار شد. رایدهی 21 فوریه در شرایط دایر می شود که کشور با تحریم های اقتصادی و مالی روبرو بوده. مردم از وضع موجوده ناراحتند. پیش بینی می شود که حضور مردم در این معرکه سیاسی فعال نخواهد بود. اولین نتیجه های پیشکی انتخابات فردا اعلان می گردد. امروز در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پارلمانی جریان دارد. هر یک نامزد کرسی وکیل پارلمانت یا خود مجلس شورای اسلامی قبل از انتخابات از طرف یک نهاد زیر نظارت روحانیان تندگرای اسلامی تفتیش شد و نامزدی هزارها داوطلب اصلاحات خواه و معتدل از شرکت در سبقت انتخاباتی محروم شدند. شورای نگهبان قانون اساسی 7148 نامزد را برای شرکت در انتخابات تصدیق کرد. نامزدی 9000 ایرانی دیگر که برای 290 کرسی پارلمان تلاش داشتند رد شده است. از جمله نامزدی 90 داوطلبی که در پارلمانت کنونی وکیل هستند برای سبقت انتخاباتی از طرف شورای نگهبان پذیرفته نشد. اکثر رد شدگان همچون سیاستمداران معتدل و اصلاحات خواه شناخته می شوند. در صحبت با ریترز یک رای دهنده ایرانی اظهار امید کرد که پارلمانت آینده برای بهبود وضع اقتصادی اقدام خواهد کرد. بهتر بشه ان شاءالله، شرایط مردم فاصلهشون با حداقل دولت کمتر بشه. در عرفه انتخابات ایالات متحده آمریکا بر مقابل 5 مقامدار نهادهای انتخاباتی و از جمله دبیر شورای نگهبان احمد جنتی تحریم اعلان کرد، زیرا به قول نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور ایران برایان هوک، آنها مردم ایران را از انتخابات آزاد و عادلانه محروم نمودند. در سال 2010 وقت ایرانی ها بر ضد انتخابات ساخته اعتراض نمودند، جنتی به تعقیب اعتراضگران از سوی رژیم بهای بلند داد. او دعوت کرد که مجازات بیشتر شده تا توقف اعتراض ها ادامه کند. جنتی باز با آن معروف است که در هر پیتی مناسب مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را آرزو می کند. حوزه های انتخاباتی ساعت 8 صبح به وقت تهران باز شده، آوازدهی ساعت 6 بیگاه یعنی ساعت 7:30 وقت تاجیکستان خاتمه می یابد. اسکندر خوجه میرزاده گزارش میداد. و مثل ایران در تاجیکستان نیز هفته آینده باید ساکنان وکیلان نو را به کرسی‌های مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان انتخاب کنند. سفارتخانه‌های تاجیکستان از شهروندان کشور در خارج دعوت کردند که روز انتخابات پارلمانی 1 مارس برای رایدهی بیایند. تا کجا برای شهروندان در خارج بودند در سفارتخانه و کنسولگری‌ها شرایط رایدهی مهیا شده است؟ از گزارش ملارجب یوسفی و امردین اولیموف میفهمیم. طبق اطلاع رسمی فعلا بیش از 5 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج به سر میبرند و مقامات تاجیک میگویند روز 1 مارس برای رایدهی این گروه شهروندان در بیش از 30 سفارت و کنسولگری های کشور باز خواهد شد. قسم بیشتری شهروندان تاجیکستان در خارج اساساً مهاجرانند که در روسیه به سر میبرند. مقامات تاجیک شماره مهاجران را حدود 460,000 نفر و مقامات روسیه شماره آنها را بیش از 1 میلیون نفر میگویند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفتند مهاجران می توانند روز 1 مارس برای رای دادن در انتخابات پارلمانی به سفارت تاجیکستان در شهر مسکو و 4 کنسولگری ژنرالی کشور در شهرهای سنت پترزبورگ، اوفا، یکاترینبورگ،
و نوسیبیرسک بیایند. اما به فرق از آنکه در داخل تاجیکستان برای شهروندان برای اشتراک در انتخابات دعوتنامه روان کرده می شود، برای شهروندان در خارج کشور دعوتنامه روان کرده نمی شود. رأی مهاجران بارها از سوی احزاب سیاسی در تاجیکستان مورد بحث قرار گرفته است. از جمله رحمت الله زایرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اخیراً در یک اظهارات گفت اوچسکه‌های انتخاباتی در روسیه کمند. مقامات تاجیک نیز رد نمی‌کنند که ممکن است نه همه شهروندان کشور در خارج کشور توانند در انتخابات پارلمانی روز 1 مارس رأی بدهند، چون امکان رأی‌دهی تنها در سفارت و کنسولگری‌های کشور موجود است. رندگان عزیز، توجه شما رو به یک اعلان جلب میکنیم. بخش تاجیکی رادیو زودی در روز انتخابات پارلمانی تصمیم دارد 3 برنامه نیم ساعته خبری را پیشنهاد شما نماید. اگر شما روز 1 و 2 مارس به بخش مستقیم در آزادی ویدیو بپیوندید، امکان خواهید داشت که از جریان برگزاری انتخابات در تاجیکستان و لحظه های آوازدهی در خارج از آن بخصوص در روسیه آگاه باشید. اگر شما از زمان برگزاری انتخابات عکس و یا ویدیو میگیرید، لطفاً به ما بفرستید تا دیگران نیز ببینند. دیروز چین درباره کم شدن شماره حالتهای گرفتاری نو به کرونا ویروس گزارش داد، ولی مرگ آدمان از ویروس نو هنوز دوام دارد. چین گفت شماره فوتیدگان به 2118 نفر رسیده است. زیاده از 74000 نفر در چین و صدها نفر دیگر تقریبا در 30 دولت به این ویروس آلوده شدند. خروج ویروس نو و نقشه کاری اکثر چینی ها را در تاجیکستان تجارت خود را که داشتند یا در شرکت های مختلف فعالیت میکردند تغییر داده است. زرنگیز نوروشو و براد یوسفی در همین باره گزارش دارند. مرغابی پکینی از معمولترین و سرخریدارترین خوراک‌های این آشخانه چینی در مرکز شهر دوشنبه بود. البته تا 1 ماه پیش بعد از خروج بیماری کرونا ویروس در چین و همچنین در بعضی از دیگر کشورها، خریداران در تاجیکستان، مشتریان این آشخانه در دوشنبه هم دیگر میترسند که از این خوراک فرمایش دهند برای خود، چون آنها از آن هراس دارند که شاید محصولات این غذا از چین وارد کرده شود. طربخانه چینایی لونگچن در مرکز دوشنبه بیشتر از 10 سال باز فعال است. در طول این سالها باری نخست است که این طربخانه به طور بی سابقه مشتریانش را از دست داده است. بعدی که همین کسلی شد پرومد خالد چخگم وهیمه لغت کرد ایشه نستوزی. وقتی عبیدم استولمون پر همه جای نشست نداشتیم، همه جا پر بود. مسئولان طربخانه میگویند محصولات برای تهیه غذا را اساساً از بازار مهرگان دوشنبه میخرند، اما اکثر مشتریان در این روزها از احتیاط کار میگیرند. مواد کم میخریم، کارگرامون هم فروش کم کردیم، کاسشو کم شد، پسودمایی که ضررش رساند. آشپزهای طربخانه لونگچن شهروندان چین هستند. هر سال یک بار به تعطیل برآمده به کشور خود می روند، اما فعلا نیتی بازگشت به وطن را ندارند. بسیار شهروندان ما که اینجا کار میکنند به وطن نرفتند. پس از اون رفتنی هستیم که خروج کرونا ویروس پورا نیست کرده شود. 2 سال قبل در شهر دوشنبه افتتاحی آشخانه‌های چینایی در اوج بود. حالا در اکثر آنها بسته است. سبب اصلی پیدا نکردن مشتری کافی میگویند. اما چند آشخانه باقی مانده نیز به طور بی سابقه کم مشتری شدند. من از زیرا سیگار خودم نمیخوام که مثال از کسلی کرونا ویروس میگن در شهر چین نمیدونه، بود برای همین نمیخوایم در آمدن که تایید که رستوران برای اون که خیلی محصولاتشون همون طرف میبیان. حالا در تاجیکستان 50 شرکت چینایی فعال است. تنها در کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان حدود 2000 شهروندان چین کار میکنند. پس از خروج کرونا ویروس در چین، هر نفری که از آن کشور وارد تاجیکستان میشوند 14 روز زیر نظارت ویژه طبیبان قرار میگیرند. در ادامه همین موضوع بنا به معلومات وزارت بهداشت تاجیکستان تا امروز از 1099 تنی که از چین برگشته و تحت کرانتین قرار داشتند 800 نفرشان رخصت شدند. از این تعداد 125 کس شهروندان
چین بودند. با نزدیک شدن بهار و شروع بارانگری‌ها اگر کشاورزان خوشحالی کنند، صدها ساکن ولایت ختلان احساسی برعکس را دارند. مردمی که در نزدیک ساحل دریای وخش زندگی می‌کنند از آن می‌ترسند که خانه‌هایشان به قعر دریا می‌رود. این ترس به سبب نیست، چون که الکی ده‌ها عائله با عین سبب بیخانه شدند. چرا ساکنان زندگی در این مکان خطرزا را اختیار نمودند؟ موضوع را آرزوی کریم و شادمانیتی پیگیری کردند. اسومدین صدیرو به خانه همکنون ویرانه اش با حسرت می نگرد. این منزل را با پول 10 ساله از مهاجرت آوردهش بنیاد کرده و یگانه سرپناه خانواده 7 نفرش بود. 2 سال شد همین زندگی کردن که اوی دایره اومد اینا شور تمام اینا کنده با عجب دیگه جورا بودیم. موج گاها پرتغیان دریای وخش در 15 سال اخیر 10 گکتر زمین کشت و تنها در دهه دوستی کشانیان 80 خانه را خراب کرده است. همسایه دهه سر حوض نیز به عین خطر روبروست. رخساره کثیرزاد زنی تنهاست. در خانه دختر معیوب و مادر پیر دارد. ساحل دریا تا 10 متری خانه اش آمده است. با کمک خویش و تبار در زمین های دورتر از ساحل خانه ساخته است، ولی از نبود شرایط تا حال در این مکان خطرناک زندگی دارد. یگان چی اردم کنن مثال خونه ما پیشمون برم، من از زمین دودگیم. خیلی مثال مبلغ نکی و تخته و شفیر بخرم برم بالای خونه محکم کنم برم. مقامات میگویند به قسمی از ساکنانی که خانه هایشان زیر خطرند از دیگر جای زمین و کمک پولی دادند. با قسم شهروندو جو کردگی هستند. قسم او با اختیار خود خونه خود نمونده با اسی سودم دارم جورشون. باید بردگه بمیریم و پرسون میشیم. سالهای قبل با کمک دولت و نیروی ساکنان ساحل دریا را مستحکم می‌کردند. ساکنان میگویند از بی‌توجهی مقامات در سالهای اخیر قسمی از خانه‌ها و قبرستان دهه به آب رفتند. زیاده از 25-30 متر همین قبرستان آب شسته بردگی است. از قبل قبرستان باشد زمین‌های پرزیدنتی نزد برای همین ده ساکن دهه دوستی دادگی بود. همین زمین‌ها را هم شسته بردن تا حالا چاره همین زمین‌ها دیدگیش نیست است. تابستان هم ماه ایول آب خیزی بسیار میشوند. همون یک ماه بگیم دوام داره که بسیار خطرناک برای این بلاک‌ها در همین لای دایره بسیار راه میگردن، بلاک‌های میده شده راه میگردن، همین آدم بسیار خایفای. در این دهه نزد ساحل حدود 1400 نفر زندگی میکنند. در فصل بهار و تابستان که سطح آب بالا می رود، خطر به کام دریا رفتن خانه ها هم زیاد می شود. بعد خانه استقامتی مسجد، بعد مسجد انا دچوی افتاباز ها بودن، جای خیلی بگیم جای استراحتگاه ویا بود، همه اینا زیر آب موندن. همه جایی که میبینیم خانه و مسجد بوده. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت میگویند از خطر این دهه همه نهادها آگاهند. خبر شما می‌شود که با تاریخ اشار از طرف کمیته حالت فوق‌العاده 5 تا автомашинای برکش سفربر شدند. زیاد از 100 تریس سنگ و شغال کشیده همون دهه دوستی که در جمهوری پسریق هست باید برطرف کردند. مثل این دهه در ولایت ختلان 400 مکان خطرزای دیگر وجود دارد. ساکنان میگویند هر لحظه بیم دارند که با شروع فصل بهار دامنه ساحل پهن شده تمام دهه را فرا میگیرد. و شاکرجان حکیمов یکی از رهبران حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید دعوت سازمان‌های مخالف حکومت در خارج برای پشتیبانی از این حزب در انتخابات 1 مارس هیچ ربطی به آنها ندارد. گروه 24 و پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتشان در حدود تاجیکستان ممنوع است، حمایت خود را از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اعلان داشتند. این خبری آخری برنامه امروز بود. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. برایتان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت میخواهیم و تا برنامه نوبتی در هفته نو خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.